درود دوستان گرامی، خوش آمدید به شبکه خودتون در این دیار. اگر تو به حال ابونه نیستید، اول ابونه شوید، با دوستانتون فرستید تا صفمون بیشتر شود و برای 1000 نفر شدن همگی یک چند قدمی برادرانه و مهمتر از همه استوارانه باقی مونده است و باور داشته باشید که چون ما به 1000 نفر رسیدیم، انشاءالله پیشنهاد شما میشود یک قطار ویدیوهای جالب و باور دارم که برایتان پسند میآید و تحریک دهنده است. امروز میخوام پیرامون عوض کردن فلسفه زندگی خود برایتان یک چند جمله بگویم. شاید این چیز رو یک چند سال پیشتر من باید انجام میدادم، اما وقتش همین روز و همین ساعت بوده است. من فلسفه زندگی خود رو دیگر کردم. کسی که دوستم دارد، دوستش می‌دارم از خودش بیشتر. کسی که با من دوست باشد، دوستی میکند، من هم دوست قرین میگویم، مثل دست راست در بدنش. باور کنید. کسی که کمک هم میکند، فراموش نکند که در آنجا یک دوست دارد که همه وقت برای کمک کردن به او تیار است. کسی که از حال و کار و بار و زندگی هم پرسان میشود، من هم از احوال او پرسان خواهم شد. کسی که در برد و باخت به من مصلحت برادرانه داد، از دستم گرفت، مرا ضعیف بودم قوی گردانید، فراموش نکند که من هم با او هستم در همه حالت. هر کی سراغم نکرد و فراموش، یقین بداند که من هم او را خواهم کرد فراموش. هر کی بدی میکند و گفتاری بد دارد و رفتاری ناشایسته، همین گونه رفتار و گفتار را حتما انتظار شود. گمان نکنید که من از کسی رنجیدم و یا اینکه قصد حساب و کتابی رو با کسی دارم. نه، این گونه اصلا نبود و انشاءالله هیچگاه نخواهد شد. این چیز برای من نیست، اما میخواهم با این گونه ها مثل خودشون رفتار بکنم، همان رفتاری که آنها نسبت به من روا دیدند. شما در زندگی چی فلسفه دارید؟ در کامنتاریا بنویسید تا از همدیگر آموزید. پناه خدا.